وزارت تندرستی تاجیکستان سر و صداهای برخاسته درباره لطکوب وزیر تندرستی جمالالدین عبداللهزاده را رد کرده است. امامعلی میرزا سخنگوی وزارت تندرستی به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان گفت عبداللهزاده با یک سفر کاری در مسکو قرار دارد و تا آخر هفته برمیگردد. هدف سفر وزیر به مسکو نهایی کردن مذاکرات با مقامات روسیه سر به دست آوردن واکسن سپوتنیک وی برای تاجیکستان است. همچنین وزیر تندرستی یکی از اولینها شده واکسن گرفته بودند و گرفتاری آن کس به ویروس کرونا نیز حقیقت ندارد، گفت امامعلی میرزا. سپوتنیک در انجام سخنان سخنگوی وزارت تندرستی اضافه کرده است که تصدیق این اطلاع فعلا از منابع دیگر مستقل دست نداده است، ولی این ردیه به آتش حدس و گمانها درباره وزیر تندرستی تاجیکستان برعکس روغن بیشتر ریخت. بسیاری‌ها خبر به مسکو رفتن جمالالدین عبداللهزاده را به چالش کشیده نوشتند در روزی که امریکا به تاجیکستان 1.5 میلیون وایه واکسن مدرنا تحفه کرد و وزارت نشست خبری جنبستی هم داشت برای مذاکرات 100,000 واکسن سپوتنیک شخصا به مسکو پریده رفتن وزیر را باور نکردنی نامیدند. ژورنالیست رجب میرزا نوشته است عصر 21 است و عبداللهزاده می توانست با نشر یک ویدیو خود با این همه آوازه ها در اطراف او برخاسته نقطه گذارد. این هم لازم به گفتن است که در سامانه های رسمی وزارت تندرستی روسیه، مرکز گمالیه و دیگر مقامات مربوطه روسیه نیز تا کنون یگان خبر رسمی درباره سفر وزیر تندرستی تاجیکستان به مسکو و دیدار و ملاقاتش با مقامات روسیه و مذاکراتش پیرامون واکسن سپوتنیک نشر نشده است. یادآور می‌شویم روز 26 ایول رادیوی آزادی خبر داد که سه خواهرزاده امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان شام 20 ایول پس از شنیدن خبر مرگ مادرشان قربانبی رحمانووا پزشکان بلندپایه از جمله وزیر تندرستی کشور جمالالدین عبداللهزاده و رهبر بیمارستان حکومتی خال محمد رحیمزاده را لطکوب کردند. قربانبی رحمانووا خواهر خردی پرزیدنت تاجیکستان شام 20 ایول در بیمارخانه حکومتی در میدگرداک فوتید. طبق اطلاع دریافتی برای طبابت او از آلمان، روسیه و ازبکستان پزشکان جلب شده بودند. پس از اعلان مرگ مادر، فخرالدین فروخ و زیادعلی سفروف به پزشکان حمله کردند. همه دکتران را زدند. تنها با دخالت رستم امامعلی آنها را آرام کردند، گفت یکی از همصحبتان رادیوی آزادی. به قول منابع در این مناقشه جاغ جمالالدین عبداللهزاده آسیب دیده، خال محمد رحیمزاده از سرش ضربه خورده است. آسیب پزشکان دیگر سبک ارزیابی میکنند.